زیارت مستحب زیارت امام حسین علیه السلام، اما میشه گفت یک تنها مستحبی است که در مزاحمت با الزامی حکم اقتضایی این مقدم شده. من تو تمام عمر مسائلی که خوندم و دیدم و شنیدم سراغ ندارم یه مستحبی غیر از زیارت امام حسین علیه السلام که وقتی که مقابلش مزاحمش یک حرامه که تعریض نفس للقتل باشه اون مستحب مقدم باشه. وقتی یه مستحبی است به این عظمت، وقتی این از همه مستحبات مقدم باید باشه قاعدتا، چون یک مستحب بی نظیره نه کم نظیر. نه نماز اول وقت که واجب نی، مستحبه. ولو روایت داره اول الوقت ابدا افضل، یعنی همیشه افضله، اما از مستحبات دیگه نه از این مستحب، به خاطر اینکه این مستحبی است، تنها مستحبیه که در مزاحمت با قتل نفس، تعریض نفس للقتل، که از محرمات بالادله الاربعه الکتاب و السنه و الاجماع و العقل بر اون مقدم میشه. ما نداریم یه مستحب دیگه اینجوری.